به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، وقت شما بخیر. امروز در موضوع آن صحبت خواهیم کرد که چرا امام علی رحمانوف خودش شخصا به جنگ اطلاعاتی وارد شد. می‌خواستم در اول چند جمله درباره فرق بین جنگ اطلاعاتی و مبارزه اطلاعاتی با شما صحبت کنم. اگر شما همدیاران عزیز اهمیت داده باشه در صحبت‌ها، حتی در تلویزیون از طرف مقامات رسمی تاجیکستان و کسانی که از موقع یا سیاست‌های امروزه حکومت تاجیکستان و بخصوص پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پشتیبانی میکنن، خیلی زیاد درباره جنگ اطلاعاتی صحبت میکنن. همیشه این عباره رو استفاده میکنن که تاجیکستان در حالت جنگ اطلاعاتی است، ما باید در این جنگ اطلاعاتی علیه دشمنان و خائنان و بیگانگان و مزدوران خواجگان خارجی باید پیروز شویم و این گونه کلمه ها و عباره ها رو استفاده میبرن. اما از طرف ما جامعه شهروندی، مردم، مخالفین، حزب و حرکت ها همیشه عباره مبارزه اطلاعاتی استفاده می شود. حالا بیاد چند جمله با شما صحبت کنم که فرق چیست. جنگ است دیگر، مبارزه است، جنگ است. وقتی که حکومت و بخصوص بخش رسانه‌ای و پروپاگاندیستی حکومت کلمه جنگ اطلاعاتی را استفاده میبرند، اینا بیهوده استفاده نمیکنن. اینجا غرضی هست، مقصدی هست. چون جنگ قاعده خودش رو دارد. در جنگ کشتار هست، گروگانگیری هست، مصادره هست، اسیر گرفتن هست. در جنگ هیچ گونه قانون و قاعده نیست، فرهنگ نیست، اخلاق وجود ندارد و اونها وقتی که وارد یک جنگ میشوند، حالا فرق ندارد با سلاح است یا با سخن یا با قلم، دیگر یگان قانون و قاعده را رعایت نمیکنند و شما میبینید که امروزها در این معرکه خودشون یا در این جنگ اطلاعاتی چیکار کرده ایستادن؟ میارن خیش و تبار مخالفین رو، از آن جمله خیش و تبار من، راننده، جیانها و خیش و تبار زندانی های سیاسی، مردم عادی رو در نزد کامرا میمونن و علیه مخالفین، علیه اپوزیسیون، هر چی که دلشون میخواهد میگوین، آنها رو مجبور میکنن، مینویسن برایشان و اونها هم مجبور هستن که تحت این فشار و شکنجه علیه حتی پدران خودشان، علیه همکاران خودشان، علیه رهبران و خیش و تبار خودشان حرفای ناسزا بزنن. از نگاه آنها این جنگ است، جنگ اطلاعاتی است. اونها میگن چرا ما رحم کنیم به این فرزند فلانی یا به خیش فلانی یا به این پیرمرد وقتی که در جنگ هستی. و جنگ وقتی که جنگ هست باید که کشت، غارت کرد، اسیر گرفت، گروگان گرفت. همونطوری که شما شاهد بودید که حتی طفلان را گروگان میگرفتند و اجازه سفر به خارج نمیدادند و همه این را میپوشاندند زیر نام جنگ اطلاعاتی. و از طرف دیگر مردم تاجیکستان را بخصوص جوانان بی تجربه را به یک روحیه جنگی، دشمن تراشی و به یک روحیه نفرت آماده میکنند. از این لحاظ به خودشان اجازت میدن که در این جنگ اطلاعاتی هر چیزی که بخواهند انجام بدهند. اما از طرف ما که ما این را مبارزه اطلاعاتی میدانیم و مبارزه اطلاعاتی ما جزئی مبارزه سیاسی هست. در اینجا اخلاق هست، فرهنگ هست، قانون هست، در اینجا حقوق هست. ما هیچگاه به خاطر آنکه یک نفر پدرش جنایتکار هست فرزند او را اذیت نمیکنیم، تحقیر نمیکنیم، مگر اینکه اون فرزند خودش دست به جنایت زده باشد و به یک قانون شکنی زده باشد، ظلم کرده باشد، او را حتما که درباره او هم خواهیم گفت. برای مثال هیچ وقت یگان فرزند پرزیدنت را که او دست به هیچ کاری نزده است، هنوز در جامعه معروف نیست، نه وزیر است نه رئیس است، یگان نفر از طرف جامعه شهروندی، رسانه‌ها و مخالفین درباره آنها حرفی نگفتند. اما چند نفر از فرزندان رئیس جمهور هم که دیگر در محور گفتگوی رسانه‌ها هست و جامعه شهروندی مخالفین هست، این نه به خاطر آنکه اونها فرزند یا خیش و تبار پرزیدنت امام علی رحمانوف هستند یا فرزند یتیم هستند، نه، اونها به خاطر آنکه خودشون شخصا جنایت صادر کرده ایستادند، می‌دزدند. مثلا دامادهای پرزیدنت رو وقتی که میگن نه به خاطر آنکه داماد است، شاید که پرزیدنت چندین داماد خیش تبار دارد، وقتی که دزدی نمیکند کسی با او کاردار نیست، اما وقتی که می‌دزدد، غارت میکند، پول مردم رو میگیرد یا منصبدار هست از اون سوء استفاده میکند، طبیعی است که دیگر مورد گفتگوی مردم قرار خواهد گرفت. بنابراین دوستان عزیز، این شهر رو من به خاطر آن دادم که حکومت الان
وارد یک جنگ اطلاعاتی شده است، با مردم خودش، با ملت خودش جنگ اطلاعاتی اعلام کرده است. اما ما از طرف خود این عملهای خود را یک مبارزه اطلاعاتی می‌دانیم و هیچگاه این را به حد جنگ همون طوری که آنها اعلام میکنند نخواهیم رساند. اکنون بیاید به موضوع اساسی برگردیم که چرا خود امام علی رحمانوف نهایتا وارد این جنگ اطلاعاتی شد و اون نقاب را از چهره خود پرتافت که اساسگذاری صلح، پیشوای ملت و پدر ملت یا به هر عنوانی که یا لقبی که دارد، اما یک بار آمد تبدیل شد به یک عضو این ماشین یا دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندیستی بزرگ با نام فابریک جواب یا به هر نامی که مردم آنها را میگیرند. من فکر میکنم که اینجا باید دو مسئله را از هم جدا کرد. یکی بیایم خودی وضعیت را تحلیل کنیم و دوم سبب‌ها یا عامل‌های این حالت را تحلیل کنیم که چی وادار کرد امام علی رحمانوف را که با این عصبانیت و با این شکل بیاید علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقع بگیرد، علیه مبارزین و بگوید که من با کسی صلح نکردم، با نهضت اسلامی تاجیکستان من اصلا سازشنامه امضا نکردم، با اتحاد نیروهای اپوزیسیون کردم که حتی نام تاجیکستان را هم از اون دیگر گرفت. یعنی یک سازمانی که دیگر وجود ندارد. معنی گپش این است که من با مرده‌ها سازشنامه امضا کرده بودم که الان اونها وجود ندارند، پس هر چیزی که دلم بخواهد انجام میدهم. ببینید دوستان عزیز، در صورتی که امام علی رحمانوف همه چیز را دارد، قدرت را دارد، پول دارد، این دستگاه بزرگ تبلیغاتی، چند تلویزیون، 6-7 تلویزیون دارد، شاید که صدها گازیته و روزنامه در اختیارش است، یک دستگاه تبلیغاتی را از حساب دانشجویان، از حساب کارمندان دولتی و حتی شاعران و اندیشمندان و نویسنده ها هم جذب کرده است، استخدام کرده است برای این کار و حتی برخی از پناهندگان سیاسی که از دست خودش فرار کرده آمدن به اروپا و به گوشه و کنار دنیا، اینها را هم در تیم خود جذب کرده است. با وجود این همه قدرت و توانمندی شخصا خودش میاد در میدان و علیه اپوزیسیون، علیه ما موقع گیری میکند. دیگر هم نه همچون یک کسی بی‌طرف، یک رهبری ملت، پرزیدنت تاجیکستان، بلکه همچون یک طرفی با گفت خودشون جنگ اطلاعاتی و وارد میدان شد الکی در این سطح. از طرف دیگر ببینید که اپوزیسیون تاجیکستان چی دارد؟ دور از وطن، 4-5 هزار کیلومتر ما از وطن دور هستیم. با گفت آنها دیگر ضعیف هستیم، تلویزیون نداریم، گازیته نداریم و تنها از همین اینترنت استفاده میکنیم. برادران و دوستان ما در زندان و فعالیت حزب ما ممنوع. نه تنها حزب ما، همه حزبای قریب همه حزبای اپوزیسیونی غیر از سوسیال دموکرات ها که اونها هم دیگر وضعیت اونها به شما معلوم در چه حال گرفتار هستند. و در چنین حال امام علی رحمانوف خودش میاد وارد میدان میشود و همچون یک عضو این دستگاه تبلیغاتی بزرگ علیه جزئی از ملت، علیه بخشی از ملت تاجیک، حزب و حرکت اپوزیسیونی موقع گیری میکنه. من در اینجا چند عامل رو میبینم و تلاش میکنم که مختصر این عامل ها رو خدمت شما عرض کنم. اولش این که از این همه صحبت ها برمیاد که امام علی رحمانوف هیچگاه صلح نکرده بوده است، متاسفانه. همون طوری که خدا رحمتی مومن قناعت، این ابر شاعر ملت، در یکی از مصاحبه هاش، حالا یادم نیست سالی چندم بود ولی همین سالهای اخیر بود، وقتی که اون وضعیت رو مشاهده میکرد و روزنامه‌نگار از او پرسید که نظرش درباره وضعیت حالی و وحدت ملی چه است، گفت که جنگ شهروندی متاسفانه هنوزم ادامه دارد. برای آنکه استاد مومن قناعت میدید که رفتار حکومت چی است، سخنان رحمانوف چی هست و وضعیت اپوزیسیون یک طرفی صلح چی هست و او را وادار کرد که بگوید که جنگ هنوز هم دوام دارد. با او درست گفته بود. امام علی رحمان از این معلوم شد که صلح نکرده بوده است. حالا شاید که مردم بگوید که پس شما چیه؟ شما مگر فریب خوردید که صلح کردید و این وحدت و صلح را صمیمانه قبول کردید، الان شکایت میکنید؟ اگر ملت میگوید که برای این ساده اندیشی و برای این ساده لوحی و صمیمانه صلح را قبول کردن اگر ما را جزا دادنی باشند، ولی ما آماده هستیم که
ما را جزا بدین، چون ما اعتراف میکنیم، قبول میکنیم که ما را در اینجا فریب دادن و ما فریب خوردیم. اما وقتی اون رسیده است، من یک بار دیگر هم گفته بودم، وقتی اون رسیده است که از طرف جنایتکار، عهدشکن و دزد هم پرسیده شود. حالا اگر ما را به خاطر ساده دلی و ساده اندیشمان انتقاد میکنید، حتی جزا میدهید، ما قبول خواهیم کرد. اما طرف جنایتکار را، عهدشکن را هم نباید که رها کرد. از این معلوم شد که رحمانوف هیچگاه صلح نکرده بوده است و خودش هم بالاخره آشکار گفت. عامل دوم یا سبب دوم میتواند در آن باشد که او در بعد از 28 سال رهبری تاجیکستان هم هنوز از اون فضای بیویک بودن دور نرفته است. هنوزم چارچوب اندیشه‌اش، طرز تفکرش همون یک از قماندان‌های فرانت خلقی هست که با گفت دوستش الکساندر لوکاشنکو با پلمیات وارد دوشنبه شد و آدم‌های زیادی را کشت، که البته این حرفی لوکاشنکو هست که چند پیش در تلویزیون با طور رسمی هم گفت. اگر شما دوستان اهمیت بدهید، این دو نفر لوکاشنکو و رحمانوف که هر دو سابق رئیس کلخاز بودند و از رئیسی کلخاز به واسطه به پرزیدنتی رسیدند، هر دو کشور رو، هم بلاروسیا رو و هم تاجیکستان رو مثل یک کلخاز اداره کرده ایستادند. طرز تفکر، طرز جهانبینی و سیستم دولتداریشون هم یک خیلی است و اخیراً هر دو هم در اول پافشاری کردند که یگان خیلی کرونا ویروس نیست، اما وقتی که مرگ و میر شروع شد مجبور شدند که اعتراف کنند و هر دو هم اپوزیسیون را گناهکار میکنند در مسئله کرونا ویروس. و اخیراً لوکاشنکو باز دیدید که گفت که من قدرت را از دست دادنی نیستم، این کشور را به هیچ کس نمیدهم و از مثال اندیجان و تاجیکستان و از اینها مثال آورد. این پیامش به مردم بلاروس بود که اگر شما میخواهید نفر دیگر را پرزیدنت انتخاب کنید، بدانید که من با آسانی به زودی بدون کشتار قدرت را نخواهم داد. یعنی دقیقاً مثل رحمانوف رفتار خواهم کرد. و متاسفانه باید با تاسف گفت که این دو ملت بسیار بزرگ، هم ملت بلاروس و هم ملت تاجیک، در گرفتار همین گونه سابق کلخازچی ها شدند که حالا تمام دنیا در اروپا به سمت دموکراسی و یک جامعه مدنی رفته ایستاده است، مگر اینکه بلاروسی. البته بلاروسی هم در مقایسه با تاجیکستان خیلی خوب است، نباید این دو را مقایسه نزدیک کرد، چون که با وجود این همه کمبودیاش پرزیدنت بلاروس لوکاشنکو با اون حد رحمانوف پایان نرفته است. یعنی خلاصه این قسمت صحبت این است که متاسفانه بعد این همه 28 سال حاکمیت که باید رهبری رو یاد میگرفت، پرزیدنتی رو یاد میگرفت، هنوزم در سطح یک بیوی که با پلمیات وارد دوشنبه شده باقی مانده است و این سخنرانی اخیر و این رفتارهای اخیرش دلالت به همون میکند. وگرنه چی دلیل دارد که بیاید یک پیرمرد نزدیک 80 ساله داملا زبیدالله رازق را که واقعا یک انسان شریف است، یک عالم هم دینی و هم دنیوی هست، بیارن در شیزا قرار بدهد، اونم به خاطر آنکه قرآن پیدا کردن یا چند تا داروی ضد کرونا ویروس. مگر این جنایت است؟ یا پسرش رو الان بردن زندانی کردن یا ده ها کارهای دیگر رو میکنن. این معنی آن را دارد که حکومت نه تنها در یک جنگ است، جنگ اطلاعاتی علیه ملتش، بلکه در جنگ واقعی هست، هنوزم زندانی هست، کشتن هست، گروگان گرفتن هست و این همه را امام علی رحمان خودش مدیریت میکند. عامل سوم میتواند این باشد یا سبب سوم این که در ضعف داخلی خود حکومت و در ضعف شخصی رحمانوف است که اینقدر عصبانی و اینقدر با نگرانی صحبت میکند یا رفتار میکند. حالا این ضعف هم ضعف اقتصادی هست که دیگر از حل مشکلات اقتصادی کشور نبرآمده ایستاده است. شما سال چندم است که دیگر نرخ‌ها بالا میروند، قرب سامانی میافتد، اما معاش و نفقه و استیپندیا و دیگر پرداخت‌ها بالا نمی‌رود. برعکس جریمه را زیاد کرده ایستادند، پرداخت‌های گمرکی زیاد شده ایستاده است، در صورتی که در تمام دنیا در روزهای کرونا ویروس پرداخت‌ها را، اشتراف‌ها را، جریمه‌ها را از بین بردن. امام علی رحمانوف آمد اینها را باز بیشتر کرد، حتی برای کرونا ویروس هم جریمه را در تمام دنیا از همه بیشتر کرد. و من اخیراً دیدم که نوارهای را که پارلمان قانون قبول کرد برای جریمه کردن برای کسانی که در جایهای عمومی مسکن نمی‌پوشند.
نقاب تیبی رو نمیپوشن. اما عکسایی را که آوردن نشان دادن از شهردار دوشنبه یا حالا رئیس پالاتای بالای پارلمان در حضور همه وکیلان دیگران ماسک پوشیدن. او قانون را پامال کرده بدون ماسک نشسته است. چرا یک قانون برای یک فرزند دهقان، یک انسان عادی این همه جریمه بلند رو معین میکرده است، برای فرزند پرزیدنت که در عکس آشکار نشسته است بدون ماسک برای این باید که استثنا باشد. پروکورور کجا است؟ اون کسانی که نظارت از بالا قانون میکنن اونها کجا هستند که بیان بگن که چرا شما قانون رو ویران میکنید؟ و من فکر میکنم در اینجا ضعف هست و ضعف داخلی هست و بار اول شاید که در این سالهای اخیر امام علی رحمان با تمام دستگاهش احساس کرد که اعتماد مردم رو از دست داده ایستاده است. بار اول احساس کرد که هر حرفی نه و هر حرفی جدی نابسته از آن که از طرف کی صدا می‌دهد، از طرف ژورنالیست، از طرف یک بلاگری جوان، از طرف رهبر یک حزب و حرکت، اینها از طرف مردم پذیرفته میشوند، در بین مردم محبوبیت پیدا میکنند. امام علی رحمان بار اول شاید احساس کرد که مردم از او خسته شدند، مردم از خانواده‌اش خسته شدند. بالاخره امکان ندارد که یک نفر حتی یک انسان خوب هم باشد به مدت طولانی مردم از او خسته نشوند، از پرزیدنت اگر پرزیدنت باشد یا وزیر باشد یا هر کسی باشد. من چند روز پیش صحبت میخائیل ساکاشویلی سابق پرزیدنت گرجستان رو تماشا کردم. بسیار یک حرف جالب گفت. من توصیه میکنم دوستانی که ندیده باشن تماشا کنند. برای تاجیکستان ما خیلی امروز مفید است و ضروری است. در اونجا گفت که چرا گرجستان را وقتی سوال کردن از او که به یک کشوری واقعا هم پیشرفته تبدیل دادی، از اون که کشوری عقب مانده سابق شوروی رو با اون همه کروپسیه و رشوه‌خواری به یک کشوری نمونه‌ای در سطح جهان تبدیل دادی و ولی نایستادی و از قدرت رفتی، حتی پیش از مهلت پرزیدنتی را سپردی. اون گفت که یک آدم حتی اگر پرزیدنت بهترین هم باشد بالاخره مردم از او خسته میشوند، باید که برود از قدرت، بگذار یک مدت هم باشد ولی باید از قدرت برود. خب وقتی که اون همگی 10 سال شاید پرزیدنت بود، یک آدمی جوان که این همه پیشروی‌ها را داشت و احساس کرد که مردم از او خسته شدن، از قدرت رفت. امام علی رحمان که نزدیک 30 سال میشد با این همه جنگ و بیویکی و با این همه فساد و دزدی و با این همه غصب کردن کشور از طرف خودش و خانواده‌اش، چگونه مردم از او خسته نمیشوند؟ طبیعی است که رحمان فی رو درک کرد و برای همین این عصبانیتی که حالا علیه مردم، علیه اپوزیسیون جنگ اعلام کرده است، من فکر میکنم یکی از سبب‌هاش همین است. اما از نگاه بنده سبب اصلی و عامل اصلی شاید در اون هست که اضافه یا ادامه همین صحبت قبلی هم هست. بار اول شاید در تاریخ پس از مصالحه یا پس از صلح تاجیکان یک نیروی سیاسی یا یک نفر با صراحت و با دلیل و با جدیت میگوید که ما آماده هستیم که قدرت رو از امام علی رحمانوف بگیریم و دعوا کند که کشور رو بهتر، به مراتب بهتر از امام علی رحمانوف ما مدیریت خواهیم کرد. و شما میدونید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اصلا تمام نیروهای اپوزیسیون درباره قدرت، درباره به سر حاکمیت آمدن تنها در شب و روزهای انتخابات ما صحبت میکردیم. حتی ما خودمون نامزد پیشنهاد نمیکردیم. شما شاهد بودید که در انتخابات 2013 ما نامزدی آینی حال بابا نظر رو پیشنهاد کردیم، فقط به خاطر آنکه باز نگویند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خودش همچنین حزب اسلامی میخواد سر قدرت بیاید و اون تبلیغات و اون پروپاگاندا که ضد اسلام، ضد مسلمان ها، ضد ما رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کرده بودند که اگر بیایند تاجیکستان رو مثل افغانستان میکنن، زنها رو فرنگی پوش میکنن و ده ها تهمت دیگر. و ما هم به خاطر آنکه خب مردم در این حالت دشوار قرار نگیرند ما همیشه دیگرها رو پیشنهاد میکردیم. امروز دیده ایستادیم که نه، دیگر متاسفانه تمام اون شخصیت‌های دنیوی ملی را یا زندانی کردن یا به حاشیه روانه کردن یا مهاجر کردن و اصلا کسی حالا دعوا ندارد که رهبری کشور رو به عهده میگیرد، مگر اینکه چند تامون حزبای خودشان ساختن که با در شب و روز انتخابات ها فعال میشوند و میان نامزدی خود را میگذارند و اونها باز میگن که به امام علی رحمانوف آواز دهید.
ما اخیراً شما شاهد بودید بعد مشورت با هم گفتیم نه، پیمان ملی تاجیکستان آماده است که مدیریت کشور رو به عهده بگیرد و ما این باوری را داریم، این اعتماد را داریم که اگر مردم ملت ما را انتخاب کرد به مراتب از حکومت امروزه مدیریت بهتر و خوبتر در تاجیکستان خواهیم کرد و این آمادگی را ما داریم، از کسی دیگر پنهان نمیکنیم. البته اگر باز نفر پیدا شود، گروه های پیدا شوند که ما ببینیم که آنها قوی ترند و بهترند و این مسئولیت را به دوش میگیرند، ما آماده هستیم که وارد گفتگو شویم و دیگران را پیشنهاد کنیم. اما در حال حاضر بالاخره باید یک کس با امامت رحمان بگوید که در این کشور و در این ملت خدا تنها نیستی. اگر زید سعیدов رو زندانی کردی، اگر محمد روزی اسکندرov رو زندانی کردی، محمد علی حیات را زندانی کردی، عمر علی قوتov را شهید کردی، دیگران را همه را مثل سید امیر ظهورov و محمد نظر صالحov و حالا چندین نفران دیگر که واقعا هم می توانستند رهبری تاجیکستان باشند، به حاشیه رانده شدند یا کشته شدند، این معنی رو ندارد که ملت دیگر نفر ندارد. حتما این ملت دارد 50-100 نفری که از بین آنها 5-10 نفر سزاوار پرزیدنتی باشند، باقی مانده سزاوار وزیر و وکیل و دیگر رئیسان شهر و ولایت ها باشند. بنابر همین وقتی که این سخن به طور آشکار گفته شد از طرف پیمان ملی تاجیکستان و من فکر میکنم که این جدیت در قشرهای گوناگون جامعه هم طرفدار پیدا کرد. ما از واکنش‌های مردم چی در داخل و چی در خارج این را احساس میکنیم. رحمانov طبیعی است که او را طریق نفرانی که دارد و خدماتی که هست، امنیت، پلیس و در محل‌ها این شبکه‌ها را پیگیری میکنند، به او گزارش میدهند و او هم درک کرد که دیگر شرایط پیشینه نیست، رحمانov پیشینه نیست، حکومت پیشینه نیست، اپوزیسیون هم اپوزیسیون پیشینه نیست و ملت هم اون ملت پیشینه نیست. در مجموع این همه عامل‌ها تاثیر رساند که و مجبور کرد که امامعلی رحمانov با این عصبانیت و با این نگرانی بیاد به میدان و از تمام اون صلح و سازشنامه و قراردادهای خودش از امضای خودش دست بکشد و بگوید که من با کسی صلح نکردم و این جنگ را ادامه خواهم داد. من مطمئنم که ملت تاجیک دیگر این حرفا را شنید و اجازه نخواهد داد که یک نفر تا آخر حیاتش عهدشکنی کند، نامردی کند و حالا که سازشنامه را پامال کرد اما کنستیتوسیون را پامال کند، این آرزو و آمال و ننگ و ناموس ملت را پامال کند. هیچگاه از دیدگاه من این دوام نخواهد داشت، طولانی نخواهد بود. حالا وقتش را خداوند میداند که این چند ماه دوام میکند، چند سال دوام میکند، اما ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که این طولانی بد نباشد و اگر ما نباشیم به هر دلیل، اگر خب شهادت نصیب باشد یا هر چیزی دیگر، مطمئنم که این ملت دارد ده ها نفر کسانی را که این مسئولیت را به دوش خواهند گرفت و این مبارزه ملی را ادامه خواهند داد و اون وحدت واقعی را که پامال شد از طرف امامعلی رحمانov اون را بین تمام منطقه ها، حزب ها، افراد برقرار خواهد کرد و بعد ملت تاجیک خواهد دید که وحدت ملی چی، صلح چی و اون چگونه باید باشد. چون امکان ندارد که شما وحدت ملی میگید جشن میگیرید، من منظورم امامعلی رحمانov است، اما در همون شب و روز یک فیلم پر از تهمت را علیه طرف دیگری صلح به نمایش میگذارید، فرزندان رهبران اپوزیسیون خود را میارید یا اینکه خش و تبار را در نزد کامیرا مجبور میکنید که زیدی من گپ زنند، زندانیای سیاسی را اذیت میکنید، فرزندانش را اذیت میکنید، ده ها نوارها لکه پیدا شده است از طرف این خش و تبار زندانی ها. این وحدت نیست، این صلح نیست. ما باید در آینده بعد صلح را به نمایش بگذاریم که صلح و وحدت واقعی چگونه باید باشد که انشاءالله آن روز دیر نخواهد بود. خب دوستان گرامی، این بود یک صحبتی که درباره آنکه چرا امامعلی رحمانov خودش شخصا وارد جنگ اطلاعاتی شد. امیدوارم که این دلیل هایی که ما آوردیم و عامل هایی که گفتیم یک کمی هم باشد مسئله را روشن کرده باشد و حالا با اجازه شما میگذاریم به قسمت سوال و جواب ها. من تلاش میکنم که حدود 1 ساعت یا کمتر به سوال های شما جواب بگیم و بیشتر به من این سوال ها را که تا همین 1 ساعت پیش از صحبت ما
سوال‌های وارد شده رو آوردن. من نگاه کردم حدود 40 سوال هست که طبیعی است که من دوستان عزیز به همه این سوال‌ها جواب گفتن نمیتونم چون وقت کافی نیست، اما این وعده رو به شما میدیم که هر مقداری که الان امروز من جواب دادم میرویم حدود 1 ساعت بعد انشاءالله سوال‌های باقی مانده رو در اولین فرصت من از همین روی خط آغاز خواهم کرد. دوستانی که به سوال‌هاشون این دفعه جواب نمیگیرن از ما ناراحت نباشن، انشاءالله که ما در صحبت‌های بعدی در خدمت آنها خواهیم بود. خب یک نفر با نام محمود سوال داده است. سلام، سوال دارم. مردمی که در تاجیکستان چگونه میتوانند حقیقت حال را بفهمند، زیرا که اینترنت نیست، یعنی ضعیف است و برآمدهای شما و دیگر از حقیقت‌گوی‌ها دسترس نیست. چی باید کرد؟ آیا امکان ندارد که رادیو و یا یگان علاج دیگر را پیشبری کنید؟ دوستی عزیزم محمود، البته ما وضعیت رو میدونیم و اینترنت تاجیکستان در جهان یکی از قیمت‌ترین هاست و بلاک میشوند بسیاری از سایت و شبکه ها. این هم فقط به خاطر آن است، همونطوری که شما گفتید، حکومت نمیخواد که صحبت و نقطه نظر این حقیقتگوها به مردم و ملت برسد و شما پیشنهاد دارید که رادیو یگان وسیله دیگر باشد. البته رادیو من نمیدونم تا چه حد مردم تاجیکستان از رادیوی اینترنتی گوش میکنن، اما مطمئن باشید که به زودی برادران و خواهران شما در خارج، مهاجرین و ما هم در خدمتشان هستیم، به زودی یک شبکه تلویزیونی را راه اندازی خواهند کرد که ما تلاش میکنیم که این پیام مردم، پیام ملت به یکایک شما، به هر خاندان و به هر دهه و روستای تاجیکستان برسد. اون روز دیر نیست انشالله. حالا یک کمی بر وقت است که بگیم کی، ولی تلاش میکنیم که در نزدیکترین فرصت این امکانیت دست بدهد. نفر دیگر با نام فرایزین سوال داده است. السلام علیکم. حال کسانی که از هجرت دیده و دانسته برمیگردند به مملکتی که ظلم و شکنجه باقی است، در نزد مردم در دنیا و در نزد الله در آخرت چی جواب میداده باشند؟ از سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که 10 نفر بودند، فرمودند اگر در پرده های خانه کعبه خودشان پیوند کرده باشند هم باید جواب بگویند. اگر من سوال این برادر را درست فهمیده باشم، منظور ایشان این است که کسانی که برایشان هجرت واجب شده است طبق معیارهای دینی، در آنجایی که ظلم از شکنجه است، آزادی نیست و هجرت واجب است، در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایشان دستور هجرت را داده بودند. به همین بود که از مکه به یثریب یا که بعداً مدینه نام گرفت، مدینه النبی، با آنجا هجرت کردند. و بودن کسانی که در اون زمان که با وعده اهل قریش یا اهل مکه برگشتند، اگرچه اون ظلم پابرجا بود، اون خیانت پابرجا بود و پیامبر اکرم صلوات الله علیه با شدت آنها را محکوم کرد و گفت که این فایدهشون ندارد اگرچه خدا در دیوارهای و پرده های کعبه هم آویزون کرده باشند. و اون برادران و خواهرانی که الان برمیگردند، اگر اونها ببینید کسانی بدانش نیستند، اونها اکثرشون دانشمندند و اونها موقع خودشون را گرفتن. برای ما، برای کسانی که آزادی ندارند، چی در مسائل های دینی، چی در مسائل های سیاسی، چی در مسائل های اقتصادی، هجرت دیگر هم از لحاظ دینی واجب است و هم از لحاظ دنیوی و قانون ها. و همین است که این ضرورت رو درک کرده بسیاری از مهاجرین تاجیک رو در اروپا پناهندگی دادند و داده ایستادند و این رو درک میکنن. اما کسانی هم که برگشتن یا هجرت نکرده ایستادند، ما اگر دلیل بر نزد خودشون دارند، خب دیگر دلیل اونها خودشون میدونن وضعیتشون رو. اما ما خواهش میکنیم و این توصیه ما هست که به هیچ وجه علیه مهاجرین دیگر، علیه برادران و خواهران خودشان صحبت‌های بد نگویند، اونها رو تنقید نکنند، همچنین یک وسیله تبلیغاتی استفاده نشوند. متاسفانه بعضی از برادران و خواهران که برگشتن یا برگردانده شدند، اونها حالا تحت فشار است یا صمیمانه میگن یا موقع خود را عوض کردن، از اونها همچون وسیله تبلیغاتی استفاده می شود که از نگاه ما نه از نقطه نظری دینی و نه از نقطه نظری دنیوی و اخلاقی و انسانی قابل قبول نیست.
خب نفر دیگری با نام سیف‌الدینوف سوال داده است از انتخابات در پیش ایستاده شما چی را انتظارید؟ آیا برای پیشبری به مقام رئیس جمهور به یگان کس طرفدار هستید؟ دوستی عزیزم سیف‌الدینوف، از این انتخابات و انتخابات دیگرش هم چی را انتظار نیستیم. شاید که خود رحمانوف یا پسرش یا یکی از اهل خاندانش نامزد می شود و هیچ تغییرات نخواهد بود. اما اگر اینجا سوال دادید که برای پیشبری به مقام رئیس جمهور از یگان کس طرفداری میکنه، بعضی حالت‌ها میشه دوستی عزیز که ملت در برابر بد و بدتر قرار میگیرد. اگر شما میبینید که یک بد هست و یک بدتر، حتما باید که به بد رأی خود را بدهید یا از بد طرفداری کنید به خاطر اجتناب یا دوری از اون بدتر. حالا دیگر طبیعی است که امام علی رحمان بدترین نامزد است، بدترین انتخاب هست و بدترین کس برای ریاست جمهوری است، به خاطر آنکه نشان داد، دیده ایستادیم تاجیکستان روز به روز به عقب رفته ایستاده است، معاشها کمتر شده ایستادند، نرخها بلند شده ایستاده است، مهاجران نمیدونند چیکار کنند، کرونا ویروس وضع را از این باز بدتر خواهد کرد، زندانیای سیاسی، مردم مهاجر، کشور در حالت سردرگمی هست. اگر کسی هم بگذار از همین کمند رحمانوف هم باشد، اگر بیاد با یک برنامه بهتر، من فکر میکنم که این بد هست در مقابل بدتر. البته ما پشتیبانی نخواهیم کرد، ولی مردم در اون صورت میتوانند از اون بد هم که باشد پشتیبانی کنند. اما اگر یگان نامزد مستقل پیشنهاد کند خودش را، حالا مثلا اگر آیین حال با نظر و باشند از نوع کدام حزب، مثلا حزب سوسیال دموکرات یا رحمت الله ظاهرو یا هر کسی دیگر، اگر از طرف جامعه شهروندی و احزاب مردمی اگر پیشنهاد شود، مطمئن باشد که پیمان ملی تاجیکستان و اکثر برادران و خواهران شما در هجرت از اون پشتیبانی خواهند کرد، همونطوری که در انتخابات پارلمانی ما از حزب سوسیال دموکراتی پشتیبانی کردیم. خب نفر با نام تورای و سوال داده است. سلام برادر، خب من یک صاحبکار در روسیه هستم و پیام دارم از چند صاحبکاری دوستم که ما چندین سال است به صاحبکاری اینجا مشغولیم. باور کنید طی 4-5 سال اخیر مقامداران تاجیکستان از نام پیشواشان استفاده کرده ما را فشار آورده ایستادند که بیایند در تاجیکستان کارخانه انشاءات خدمت رسانی سازید. ما اگر دانیم در وطن فشار نیست، با جان و دل یک چند دوستامون رفتن ساختن، خود رحمان لنتش رو برید چند کارخانه، ولی سال نگذشت همش از کار موند. از بلند بودن انداز، بی‌عدالتی مقامات و میلیون ها دلار به این رفیقانم ضرر رسید که این حاضر کارخانه ها خوابند و خودداری از منطقه این کارخانه ها ساخته شدند که امروز خوابند بیکار. به همین طور از ما برای انشاءات های دولتی علل خصوص در شهر دوشنبه چندین بار است مبلغ های کلان میگیرند و آگاهان میکنند که نمیدادگی سوم جاش خودش باید داند چون سپارش پیشواست. این مگر عدالت است؟ ما از شما میخواستیم همچون سیاستمدار ما را یک سوید میدادید و یک سایت پریامای با خودتان ما را معین میکردید تا در وقت مناسب با هم یک درد دل میکردیم. ما صاحب کارا دوینای گرجدانستو داریم. خب دوستی عزیزم، این نامه شما واقعا بیانگر یک واقعیت بسیار تلخ است. یکمش این که همون ادامه صحبت سوال اول که من گفتم، چرا بودن رحمانوف در قدرت بدترین حالت برای تاجیکستان است. من از شما خودتان از این سوال صاحبکار دیده ایستادید که میگوید ما را مجبور میکنند، میترسانند که اگر شما در تاجیکستان کارخانه نسازه در دوشنبه یا جای دیگر، بعد معلوم میشود که جاتان کجا است یا خودتان یا خویش و تبارتان را در چه حالت گرفتار میکنیم. این بیچارا میروند، این مظلومین در تاجیکستان کارخانه میسازند، رحمانوف میرود با قیچیش لنتر را میبرد و اون را همچون دستاورد خودش نشان میدهد با مردم، در صورتی که این پولی مردم هست و بعد یک سال از کار میبرد. برای چی؟ برای آنکه نه برق ارزان هست، نه اصلا برق اونجا وجود دارد، انداز بلند هست، رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی مقامات هست. این بنده خدا دیگر نمیتواند در اونجا کار کند، کارخانه از کار میمونند. ده ها و شاید صدها حالت را داریم که اون کارخانه رو که رحمانوف لنتش رو برید از کار ماندن. خب حالا هم مجبور کرده ایستادن این شهروندان تاجیکستان رو که بیاید در
تاجیکستان کارخانه بسازد و رحمانوف با هم قیچیش برود میبرد و مردم تاجیکستان رو فریب میکند. ببینید در زمان رهبری رحمانوف چقدر کارخانه ساخته شدند، ولی در اصل بعد یک ماه یک سال از کار میموند. این همه پولی که باید در جای دیگر صرف میشد و آبادی میکرد، اون همه بیهوده رفت به یک ولنگار، به یک ویرانه تبدیل میشد. خب دوستی عزیزم، شما از ما مشورت خواستید، چی مشورت بدیم؟ ببینید یک مسئله خیلی دشوار است. اگر حالا من بگیم که نه شما تاجیکستان پول نفرستید برای کارخانه ساختن، باز اون دستگاه تبلیغاتی رحمانوف میگوید که ببینید کبیری و پیمان ملی تاجیکستان نمیخوان که در تاجیکستان کارخانه بچرخند، آباد شود و مردم جای کار داشته باشند. اگر بگن که برید کارخانه بسازید، خودتون وضعیت رو دیده ایستادید، نتیجهش چی میشود؟ من نمیخوام، من از اون تنقید و از اون تبلیغات طرفداران رحمانوف و فبریک جواب نگران نیستم. اونها دیگر عادت کردن و من باید حقیقت رو به شما بگم. حقیقت این است که شما در خارج کشور تلاش کنید که سرمایه خود را زیاد کنید. در اون جایی که به سرمایه شما دست درازی نمی شود، رشوه ستانی نیست. در مثلا حالا نمیدونم در روسیه وضعیت چگونه است، امیدوارم که مثل تاجیکستان است، اگرچه اون هم یک کشوری فساد زده هست. در ترکیه، در اروپا، در اوکراین، در گرجستان، در هر جای دیگر که امکان دارد سرمایه خود را نگه بدارید، بیشتر کنید و وقتی که حکومت به دست یک گروه ملی رسید، در اون حالتی که دیگر پاراسیتانی نیست و شما را مجبور نمیکنند که در اینجا کارخانه بساز، شما خودتون انتخاب میکنید که در کجا کارخانه میسازید، در همون جایی که شما درآمد میگیرید. در اون صورت بیاید مبلغ خود را ببرید و برای ملت، برای وطنتون بسازید و من مطمئنم که از روسیه، از ایران، از ترکیه، از اروپا دیده بیشتر درآمد خواهید گرفت. اما تا اون روز منتظر باشید و انشاءالله که اون روز دور نیست و با این سرمایه‌تون وارد کشور خواهید شد. شما تجربه زید سعیدوف رو دیدید، تجربه منم که پول زیاد وارد نکردم مثل زید، ولی در روسیه تجارت داشتیم، مبلغ وارد کردیم، در اونجا کارخانه ساختیم، همش رو گرفتن. زید رو گرفتن، از آریم را گرفتن، از اون بازار ایرم در شرطوز رو دیده چخیل گرفتن، بازار ما رو در ترسوزاده گرفتن. حالا این همه رو که میبینه چیز ضرورت دارد که باز رفته خودتون مبلغتون رو وارد میکنید. اما درباره آن که ما با شما گفتگوی مستقیم داشته باشیم، من حتما ببینید همین گفتگوی مستقیم است. شما سوال میدید، من جواب میگم. اما اگر واقعا ضرورت به یک گفتگوی مستقیم تلفنی باشد، از لحاظ تکنیکی ما اگر ببینیم که شرایطش وجود دارد، حتما این شرایط رو فراهم خواهیم آورد. خداوند شما را نگهبان باشد، خود را احتیاط کنید و باز در تماس خواهیم شد. یک نفر دیگر سوال داده است. سلام علیکم و رحمت الله. برای چی در انتخابات تمام مردم تاجیک در روسیه، اروپا، امریکا و دیگر منطقه دنیا هستند حقوق رای دادن ندارند و باز میگن که ساختار دموکراسی وجود دارد؟ مقصدم از سوال این است که چرا پرزیدنت های جهان که شفشفی دموکراسی میکنند، چرا فشار مالی یا اینکه دیگر تحریم به این بعد خواهش میکنند دیگر تحقیر نکنید. اینجا یک لفظی دغل رو نسبت امام رحمانوف استفاده کرده است، خواهش میکنم دیگر تکرار نشود. تشکر به دقتتون، الله نگهبانتون باشد. دوستی عزیزم، ببینید بله متاسفانه در تمام شهرهای روسیه فقط در نزد سفارت و کنسولگری امکانیت آواز دادن به مردم را نگه داشتن، چون دیدن که مهاجرین در سراسر روسیه علیه اینها رای خواهد داد. در انتخابات گذشته این را دیدن، چون که در همه شهرهای بزرگ که تاجیکان وجود داشتن صندوق‌های انتخاباتی بود و اکثریت به طرفداری حزب ما، حزب سوسیال دموکرات یا نامزدای اپوزیسیون رای دادن. حالا اینها را محدود کردن در سفارت و کنسولگری و چون که از رای شما مهاجرین میترسن. ما چی میگم؟ ببینید این کشورهای اروپا و امریکا و اینها برای ما دموکراسی نمیسازن، اینها برای ما آزادی نمیارن. اینها گاه تنقید میکنن، اما وقتی میبینن که رحمانوف در خدمت آنها است و برای آنها همه درآمدهای تاجیکستان، بایگری تاجیکستان رو در خدمت آنها گذاشته ایستاده است، چرا بیان رحمانوف رو عوض کنند؟ رحمانوف به پول بازی حربی میدهد، رحمانوف به پول کانها و معدنها و طلا و نقره رو برای خطای داده ایستاده است، یا با یک نرخ ارزان
همه را از خودش راضی کرده ایستاده است، فقط ملت تاجیک را از خودش ناراضی میکند. اینها این گونه پرزیدنتی خیلی هم برایشون مناسب را که کمتر فشار بیارن، همه چیز را به پول میدهد یا میفروشد، زمین را هم بایگری را هم از کجا اینا پیدا میکنن؟ بنابر همین به امید نشود که اینها فشار میارند و برای ما و شما دموکراتی و آزادی میارن. این خیلی نیست. ما و شما باید خودمون تلاش کنیم، از کسی نترسیم، نگران نباشیم، انتظار هم نباشیم و آزادی و دموکراتی را باید خودمون برای ملت بر مقام بیاریم. خب یک نفر دیگر با نام احمد مصطفی پرسیده است که سلام برادر، سوال این است که فعالان هنیت که در تاجیکستان زندگی میکنند با آنها فشار سخت میارند که نزد دوربین ها دروغ‌های ساخته و باخته این رژیم خونخوار را که بر ضد شما و هنیت تهمت روی راست میزنند که اون بیچاره‌ها مجبورند، آیا ضربه به هنیت و مبارزان نمیزنند؟ دوستی عزیزم، البته اینا ضربه میزنند، چرا پنهان کنیم؟ وقتی که میبینی که اون نزدیکترین آدمت زیر شکنجه علیه تو گپ میزند، آدم واقعا دلش میسوزد. به ما که ضربه نمیزند، اما دل من به همون بچه‌ها میسوزد. مثلا چگونه دختری سیف الله زاده مجبور میشود علیه پدرش، علیه حزب پدرش یا علیه دوستان پدرش صحبت کند؟ شما دیدید در نوار که چگونه اون بیچاره زاره میکند که نمیتوانند دیگر این دروغ ها را گفته، فشار نیارید. ولی اینا که دیگر رحم ندارند، اینا گفتم که خودشون رو در جنگ میدونن. و اما خب دیگر چیکار کنیم برادری عزیز؟ این مبارزه است. این ما اون رحمانوف، حتی لوکاشنکو نیست که ما بگیم که خب جناب لوکاشنکو شما این به انصافی و نامردی رو نکنید. رحمانوف است دیگر. اون آشکار گفت که من با کسی صلح نکردم، جنگ هست و من کشتن و فشار آوردن و این زن و بچه ها رو گروگان گرفتن و مجبور کردن و خش و تبار، این برای اینها یک چیز عادی است. ما و شما باید استوار باشیم، مستحکم باشیم و اینها را دیگر همچون ضربه قبول نکنیم، بلکه این را جزء راه، همچون یک طبیعت راه بدونیم و مبارزه خود را قوی تر کنیم تا اینکه دیگر اجازت ندهیم که رحمانوف و اون دستاندرکارانش بالای مردم ظلم ها را کنند. خب نفر دیگر با نام فرهاد سعدالله پرسیده است که در اسلام دشمنی با مسلمان حرام است، اگر تاجیک دشمن باشد چه حکم دارد؟ دوستی عزیزم، خودتون گفتید که حرام است. اگر تاجیک با تاجیک دشمن باشد دیگر این دشمنی است، دشمنی با ملت است. شما خودتون جواب گفتید. بنابر همین اون دشمنی هایی که الان میکنن، دشمن تراشی هایی که میکنن، با اون فیلم ها و با اون نفرت پراکنی که فکر میکنن که هر کسی این فیلم را دید علیه نهضت، علیه کبیری، علیه اپوزیسیا نفرتش بیدار میشود، بدونید که علیه خودشون نفرت را به وجود میارن، نسبت خودشون مردم را دشمن میکنن. من دعوت میکنم با استفاده از این سوال شما که مردم هیچ کس را دشمن ندونن. تاجیک را نابسته از اون که اون مسلمان است، غیر مسلمان است، دیندار است، اتئیست است، اصلا هیچ انسانی را دشمن ندونن مگر اینکه اون طرف خودش اعلام کنه که من دشمن شما هستم. تا اون وقتی که اون طرف دشمن خودش رو اعلان نمیکند یا عمل دشمنانه انجام نمیدهد، اعلان کردن یک نفر همچون دشمن هم از لحاظ دین حرام است، هم از لحاظ ارزش‌های بشری. خب نفر با نام احمد ناصر سوال داده است، یک پیشنهاد دارم که از تاریخ بهار عرب با خبرت خواهش میکنم خطایی که آنها کردن شما هم مرتکب نشوید، با حکمت باشید، در مبارزه ما همیشه با شماییم. دوستی عزیزم، بله اون بهار عربی که مردم عرب بعد از 30-40 سال، بعضش 60-70 سال ظلم و دیکتاتورا و فساد یک دست به خیزش زدن، قیام کردن و دیکتاتورهای خود را از سر قدرت دور کردن. بعضیشون به اشتباه راه دادن، بعضی دیگرشون هنوز هم توانستند اون نتیجه های انقلاب و خیزش مردمی را نگه بدارن. برای مثال در تونس این نتیجه های خوب نگه داشته می شود یا در کشورهای دیگر، اما در سوریه، در مصر نتوانستند. بخصوص در مصر یک اشتباه بزرگ شد که با یک سراسیمگی و با بعض اشتباه ها همگی یک سال اون نتیجه خوب نگه داشته شد. یک نفر آمد با نام سیسی که از مبارک هم، حسنی مبارک هم بدتر است و تمام اون دستاوردهای ملت مصر را به نابودی برد. اما شما مطمئن باشید دوستی عزیزم، من حالا با این در
اندیشمندان جهانی، تحلیلگران، با سیاستمداران که در تماس هستیم، اکثریت بر این نظر هستند که بهار عربی ادامه دارد. حالا با پول و مال نفتی از کشورهای دیکتاتوری عربی، خلیج فارس، از طرف غرب توانستند تا یک مدت پیش راه این آزادی مردم را بگیرند، پیش راه خیزش مردمی را بگیرند، اما این دیر دوام نخواهد کرد. حتما مردم چه عرب چه عجم باز تلاش خود را برای این آزادی دوام خواهند داد. شما درست گفتید که ما باید از این درس بگیریم، عبرت بگیریم و اشتباهات آنها را تکرار نکنیم. ان شاءالله من باور دارم که ملت تاجیک عبرت خواهد گرفت و اگر اون روز که رسیدیم، اون خیزش مردمی یا اون تغییرات که شد، حتما مطمئن باشید که از دستاوردهای مردم حفظ خواهد شد. خب یک سوال نفر با نام آرز میرعلی داده است. در مصاحبه رستم عزیزی میگوید من با کبیری در سال 2007 که دانشجو بودم سوال دادم که اگر شما سر قدرت بیاید چی نقشه ها داره؟ محیدین کبیری در جواب گفت که این فانتزی از سر قدرت آمدن ما که آن وقت در پارلمان بود و کمی هم تاثیر رسانده میتوانست، حالا که در اروپا هست نمیتواند کاری کند، میگوید عزیزی. دوم سوال و من باز در صحت دیدم با شما بحث میکند، منظور شاید جناب رستم عزیزی باشد، با زبان خارجی در نوار دیده می شود که رستم عزیزی غضبناک می شود، سرخ شده از جاش می خیست و بحث داشتید. لطفاً شرح می دادید از همان بحثتون که با زبان خارجی بود. با احترام هواداری شما. دوستی عزیزم، البته من یک عادت دارم که درباره شخصها صحبت نمیکنم، اما چون اینجا سوال هست و احتمال دارد که جناب رستم عزیزی در کجای این حرف را زده باشند و این دیگر بحث شخصی با ایشان نیست، بلکه بحث با اندیشه و نظر ایشان است. بله من یادم هست، حالا یاد ندارم که رستم عزیزی در اون وقت دانشجو بود، در اون ملاقات بود یا نه. اگر ما اون وقت یک کمتر دموکراتیا بود در تاجیکستان، رستم عزیزی خودش میداند که OBSE سمینارها تشکیل میکرد که دانشجویان با رهبران حزب و حرکت‌های سیاسی صحبت میکردند و حالا همین خودش برای جناب رستم عزیزی و عزیزی ها دلیل باید باشد که الان اون شرایط 10 سال پیش نیست، سال 2007 نیست که رهبر اپوزیسیون بتواند با دانشجو مثل رستم عزیزی در یک سمینار صحبت کند، سوال و جواب شود. حالا اگر یک رهبر اپوزیسیون رحمت الله ظاهروف، حالا من که در خارج هستم، رحمت الله ظاهروف اگر بیاید با همون دانشجویان دانشگاه خوجند اگر ملاقات برگزار کند، همه را یا زندانی میکنن یا پراکنده میکنن. این دلیل است با جناب رستم عزیزی و دیگر دوستان که الان چرا وضعیت تغییر کرده است و ما و شما یک جای باید تلاش کنیم. بله اگر شاید من وقت گفته باشم که به سر قدرت آمدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حالا مثل یک فانتزی را میموند. چرا؟ برای اینکه نه ما خودمون تلاش برای قدرت داریم، بلکه در اون شب روز سال 2007 وضعیت کاملا فرق میکرد. تاجیکستان در یک شرایطی رو به پیشروی بود، صلح بود، وحدت بود، ما در داخل کشور عمل میکردیم، وضع اقتصادی تاجیکستان رو به بهبودی بود و من میگفتم که اگر من نامزدی خودم رو در مقابل رحمانوف مونم، طبیعی است که من رأی نمیارم، برای اینکه رحمانوف شانسی بیشتر دارد و حالا نمیدونم کلمه اگر فانتزیه را استفاده برده باشم استفاده بردم، اما اگر کلمه با اصطلاح سیاسی بگیم این است که در مقابل رحمانوف سر قدرت آمدن ما در سال 2007 شاید که منطقی نبود. من این را گفتم و الان هم میگم که در اون زمان این حرف درست بود. اما در سال 2020 باز تکرار میکنم، رحمانوف اون رحمانوف نیست، تاجیکستان اون تاجیکستان نیست، حتی رستم عزیزی دیگر اون رستم عزیزی نیست که بتونه در یک سمیناری آزادی OBSE با اپوزیسیون بحث کند. اپوزیسیون هم دیگر اون اپوزیسیون نیست، ملت هم اون ملت نیست و حالا گفتن که در داخل تاجیکستان بود هیچ کار کردن نتوانست و در اروپا چه کار کردن میتواند. دقیقاً الان ما در اروپا هم شما رحمانوف را ببینید که به حرفای ما چگونه واکنش نشان میدهد. بله من خودم گاه حیران میشم که ما 5000 کیلومتر دور هستیم، تلویزیون نداریم، اما وقتی میگیم که ما آماده هستیم به سر قدرت بیایم، رحمانوف در لرزه و تهلکه میافتاد و واکنشش را دیدید برای چی است. شما این سوال را به من نه، به رحمانوف بدید جناب رستم عزیزی یا هر کسی دیگر که همین گونه فکر میکنید، این سوال را با او بدید که شما چرا از یک اپوزیسیونی که 5000 کیلومتر دور است، دوستانش در زندان هست، دیگر در تاجیکستان نیست،
اینقدر میترسید؟ این همه فیلم رو برای چی میسازید؟ این همه تبلیغات رو برای چی ضد آنها میکنید؟ سبب در چی است؟ پس معلوم میشود دوستی عزیز، حالا من این رو به شما میگم که اون کسانی میگن که اپوزیسیون از دور هیچ کار کردن نمیتواند، اینها میخواهند با این صحبت ها خودشون رو آرام کنند، مردم رو آرام کنند و پیشوای خودشون رو آرام کنند. اما در اصل نه خودشون آرام هستند نه پیشوایشون آرام هست و خودشون هم میدونند که الان توازن نیروها قدرت چگونه شده ایستاده است. رحمانوف با دو دستگاهش رو به تنازل هست و مردم، ملت، از آن جمله اپوزیسیون هم که جز این ملت است، آهسته آهسته قوی‌تر شده ایستاده است و صحبت‌هایش را با قاطعیتی بیشتر گفته ایستاده است. اما سوال دوم شما، بله در اون OBC حالا یادم نیست که رستم عزیزی چی گفت، واقعا یک کمی با احساسات و سخن برنده میخواست قطع کند که دیگر از این زیاد بیهودگویی نشد، ولی چون وظیفه دارن، اون میخواهند بیان همون چیزی که در دوشنبه با اونها سپارش دادن و نقشه کشیدن همون رو باید بگویند، بعد نوار میگیرن، عکس میگیرن، ضبط میکنن، میبرن نشان میدن که ما رفتیم در OBC همین حرفا رو گفتیم، من دلیل هم داره. بنده خدا دیگر مسئولیت دارد انجام میدهد. اما رستم عزیزی آدمی، من باید بگویم که یکی از مغزها یکی از عقلها هست. حالا درست که این مغز و عقلش رو در خدمت یک گروهی نادرست قرار داده است، کاش در خدمت ملت قرار میداد. البته خودش حالا شاید دعوا کند که من در خدمت دولت و ملت هستم، اما خوب میداند که در خدمت کی هست. خب در اونجا هم وقتی دید که تالار قبول نمیکند، اونجا کارشناسان هستند قبول نمیکنند، دیگه طبیعی است که یک کمی با احساسات داده شد و عصبانی شد و سرخ شد و باید اون حرفایش رو میزد که نهضت اسلامی تاجیکستان این است و اون هست. ما هم با آرامی جواب دادیم که نه دوستی عزیز، حرفایت غلط است. تازه یادم اومد که موضوع چی بود، چون اونها میدونن که در اروپا یک مقدار حساسیت دارن ضد یهودی ستیزی، یعنی با اصطلاح انتیسمیتیسم در اروپا، در جهان خیلی این موضوع حساس است. اینها رفتند از صحبت‌ها، از نوارها، از کتاب‌ها، مقاله‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال‌های جنگ در کجای باشد یک پرونده ساز کردن، یک لکسیا تیار کردن که نهضت اسلامی تاجیکستان نه اونه هست که شما در اروپا قبول دارید که یک حزب معتدل هست و با همه ملت‌ها و کشورها و دین‌ها میتواند سازش کنه، تحمل دارد، بلکه در فلان صحبتش رئیسش، سابق رئیسش یا فلان مسئولش این جمله رو ضد یهودی‌ها گفته بودند، یک آیه قرآن رو مثال آورده است یا کدام صحبت دیگر رو. این یک نمودی، این رو میدونید چی میگن در گپ‌های مردمی؟ حرامبازی. شما وقتی که میخواید هم ملت خودت رو در اروپا سیاه کنی که این تاجیک من، این اپوزیسیون ما ضد شما فلان سال فلان روز این حرفا رو زده بود، خیلی فکر میکنم از لحاظ جوانمردی و حتی ملت‌داری هم یک کار نامردی هست. من اگر زیر فشار و مجبور بودن این حرفا رو بگن، خب دیگر توکلشون به خدا. اما خواهش میکنم که برای یک اندیشمند نمیزبد در آینده این کارها رو نکنن. بله هر کس در گذشته بالاخره زمان جنگ بود، یک حرفی میگوید، یک نفر یک چیزی رو می نویسد مناسب به یک زمان دیگر، حالا آگاه نیست، نمیداند، احساساتی می شود، یا شاید که همین طور هم در اون زمان فکر میکرد، الان فکرش تغییر کرد. حالا مثلا اون زمان یهودی‌ها را حرفی ناسزا میگفت، بعد فهمید و خودش رو اصلاح کرد و تغییر کرد. چرا خودت بعد میگویی که حالا فلان سال این آدم همین گپ رو گفته بود یا همین حزب همین در فلان گزیتش این رو نوشته بود؟ من فکر میکنم که این یک کاری نامردانه هست. ما وقتی که درباره حکومت جمهوری تاجیکستان در اروپا گپ میزنیم، همین روز رو گپ میزنیم، میگیم رحمانوف همین کارو کرده ایستاده است، بچهای ما رو زندانی کرد، میدزدد، غارت میکند، رستم عزیزی رو میفرستد با این لکسیا که بیاد در اروپا این حرفا رو بزند. ما نمیگیم که رحمانوف 40-50 سال 10 سال پیش چیکار کرد. بنابر همین دوستی عزیزم، من فکر میکنم که این برادر گرامیمان در آینده این کارها رو دیگر نخواهد کرد. خب نفر دیگر سوال داده است که سلام علیکم، از ناحیه رشت هستم. میخواستم بفهمم که کسانی که درویه هستند در مهاجرت مخالف حکومت هستند و از شما طرفداری میکنند و برگشتند به وطن، باز این طرف میگردند با واسطه حکومتداران ظلم و ستم میکنند.
مردم مظلوم رو، برادرانش رو در حکومت کار میکنن، مردم رو میفروشن در امنیت و هم از ظلم و ستمی که نسبت مردم بیچاره دیده می شود از سوی همین پلیدان فروخته می شوند. نسبت این گونه پریداتل ها چی گفتنی هستید؟ این کسان انتظار این هستند که کی حکومت رحمان شکست خورد با طرف شما میگردند، این حیله و نیرنگ خود را ادامه دهند. ما منتظر جوابیم. دوست عزیزم، توکل این افراد به خدا، این گونه افراد در همه دور و زمان بودند، در همه ملت هستند، در همه حزب و گروه هستند، حتی در شاید که در همه خاندان نیستند، اما در قریب همه گونه اولادها و قبیله ها هستند که یک نفری مردم اینها را گاه دورویت و پگانه و فرصت طلب میگویند. ما نباید دیگر زیاد دنبال اینها باشیم و اینها را معیار قرار بدهیم. حالا توکل اونها به خدا، یک گروهشون شاید زیر فشار باشد، یک گروهشون به خاطر پول و مقام و منصب میکنن. اینجا آمدن فکر کردن که اپوزیسیا پول زیاد دارد، به ما پول میدهد، دیدن که پول ندارد و پول داده نمیتواند، باز رفتن طرف دیگر رو میخوان در اونجا تجارت کنن و بیزنس کنن. یا اگر داملا باشد در دم پیری میخواهد که هم منبر و مقام داشته باشد و معرکه گردی کند، و اگر با اپوزیسیا باشد هجرت است، مبارزه هست، همین گونه تهمت ها هست. میخواهد که آخر عمرش رو در یک حالت آرامیش بگذراند و در نزد زن و بچهش، و این خاری و ذلت را برای خودش قبول کرده است. ما دیگر دنبال اینها نباشیم، اما ملت اینها رو باید بشناسه دیگر و اونقدر ساده هم نشیم که دیگر فریب این گروه ها را خورده باشیم. خب یک نفر دیگر با نام گفته است خواهش دارم نامم را افشا نکنید. خیلی خوب، نامتون را افشا نمیکنیم. سوال خواهش دارم حتما برسانید این سوال را و ما انتظار جواب. امروز در جهان قشر با نام میروای правительства بیل گیتس، راکفلر، روتشیلد، فرگوسون، باراک اوباما، گریف، گورباچوف و کوستا از پی کم کردن اهالی عالمند. با بهانه کرونا ویروس میخواهند چیپ‌ها را، واکسین‌های شبه‌ناک را مجبوراً به بدن انسان وارد سازند و پریوریته در این مسئله اهالی و ملت‌های عقیمانده است. یعنی به این رویخط داخل کردن ملت ما از احتمال دور نیست. چرا یگان فعال جامعه اقلاً در این هشدار نمی‌دهد؟ عقیده شما چیست؟ چی باید کرد برای پیشگیری؟ دوستی عزیزم، خب اونقدر سوال حالا خطرناک نداده که حکومت برای شما را زندانی کند اگر نامتان را بگیریم، ولی به هر صورت خواهش کرده نامتان را نمیگیرم. ببینید دوستی عزیزم، من اصلا به این گونه حرفا چندان باور ندارم که گویا تا میروای правительства باشد و میروای زاگور هست و اینا همون جزئی یک اندیشه های توطئه اندیشی است. بعضیا فکر میکنن که همیشه در دنیا کسانی هستند که ضد جهان، ضد بشریت، ضد مسلمان ها، ضد تاجیکان میشینند و نقشه میکشند به خاطر کشتن ما، از بین بردن ما، کم کردن ما. مگر دیگر دنیا کار ندارد که در واشنگتن و بروسل و مسکو و چین و در جاهای دیگر مردم بیکارند و میشینند فقط ضد ما تاجیکا یا مسلمان ها یا دیگرها نقشه میکشند چگونه ما را اذیت کنند. مردم اونقدر دنبال مشکلات خودشان هستند، دنبال پیشروی خودشان هستند که به ما هم وقتی فکر کردن ندارند. هر مصیبتی که بالای سر ما تاجیکا و مسلمان ها هست، بدانید که اول از خودمان هست. این خود را آرام کردن و فریب کردن که کدام بیل گیتس و راکفلر و حالا نمیدونم گورباچوف و ژان ژاک روسو و دیگرها در فکر ما هستند، حتی اوباما را هم که یکی از شاید بهترین پرزیدنت های امریکا در تاریخ امریکا بود، در این روی خط وارد کردن. یا میخوان اهالی دنیا را کم کنند و چیپ وارد کنند و بله، این را اینها نمیگن، اینها بسیار اندیشمندان دیگر میگن. علم گفته ایستاده است که زیاد شوی شماره اهالی در دنیا در آینده میتواند باعث مشکلی شود، مشکلی غذایی، مشکلی جا. حالا با این شرایط اکولوژی که دنیا رفته ایستاده است، آبها اگر بالا شوند، حتی اگر 1 متر بالا شود، طبق تحقیقات اخیر هجرت از بسیاری از کشورها به کشورهای کوهستانی به طرفهای دیگر خواهد بود و جهان این موج مهاجرت جدید را در نتیجه گرسنگی، در نتیجه آبخیزی، در نتیجه کاتاکلیزم‌های طبیعی دیگر برداشت کرده نمیتواند. حالا این دیگر ربطی به اون ندارد که فقط مسلمان ها را کم کنند. این میگویند که بشریت در
باید که با تنظیم در آورده شود که کمتر شود. البته من چندان راضی نیستم که دنیا، عالم، اقتصادیات عالم هنوز هم مثلا یک برابر اگر بیشتر شود انسانیت این را خورانده و پوشانده نتواند. اگر تکنولوژی معاصر کار کند، اگر استحصال غذا و خوراکواری با راه سالمتر و درستتر به راه مانده شود، شاید که بتوانیم، بشریت بتواند که 7-8 میلیارد نیو 15 میلیارد انسان را هم بخوراند و بپوشاند. اما اگر تکنولوژی پیشرفت نکند، ما راه و روش بهتری استحصال غذا و تأمین مسکن را با وجود نیارد بشریت، با این شرایط بله دچار مشکلی خواهد شد بشریت و مردم در فکر تنظیم تولد هستند و حالا فرق ندارد که اون با مسلمان ها هست. مثلا میگن که در یک عائله 3 4 5 نفر حد اکثرش بیشتر نباشد، چون عائله های سه فرزند اکثرا در دنیا در عالم عقیمانده و بخصوص عالم اسلام هست. بعضی از مسلمان ها فکر میکنن که این روانه شده است بر ضد اسلام و مسلمان ها که این طور نیست. من خواهش میکنم از این تفکر توطئه پنداری دست بکشید، مشکلات را در خودمون ببینیم. یگان حکومت جهانی و یگان گروه در فکر ضربه رساندن به ملت و به کشور ما نیست. خب یک نفر دیگر با نام علی مصایف سوال داده است. سلام اکی محیدین، 3 سوال دارم. یکم، سال 2010 دیسکریمیناسیون دینی سر شد، نهضت خاموش بود. دوم سوال، سال 2012 حکومت 1.5 کیلومتر کوادراتی زمینی تاجیکستان رو به خطای داد، چرا نهضت خاموش بود؟ این خاموشی برای پول بود یا برای منصب؟ سیوم، اگر سال 2015 فشار بالای نهضت نمی بود شما تا حال خاموش می بودید؟ تشکر. دوستی عزیزم علی، هر 3 سوال شما گواهی از آن میدهد که شما یا در تاجیکستان نبودید یا در تاجیکستان بودید خبرها رو نمی خواندید، یا اگر خبرها رو می خواندید فقط خبرهای خاور و تلویزیون تاجیکستان رو می دیدید، از دنیا به خبر بودید. سال 2010 بله فشار بالای دین سر شد، نهضت خاموش نبود. اونقدر صحبتایی که من در پارلمان کردم، اونقدر مقاله‌ای که روزنامه نجات نوشت، اونقدر بحثایی که ما در رسانه‌ها و در تمام جاها کردیم، مسجد ما را بستن، چگونه ما خودمون خاموش می‌بودیم؟ چقدر صحبت‌ها شد و شما پس اینها را یا نادیده می‌گیرید یا خودتون خبر نداشتید. من خواهش می‌کنم که فکرتون رو در این باره دیگر کنید. حداقل برید با گوگل، با اینترنت کلیک کنید با همون مسائل سال 2010، همه اون رو به شما نشان میدهد، یا حداقل با ما یک ایمیل یگان چیز واتساپ مونید که ما از بچه‌ها خواهش کنیم که با شما اون لینک ها رو بفرستید که شما خودتون در جریان باشید که نهضت خاموش نبود. سال 2012 هم وقتی که اون 1.5 کیلومتر رو دادن نهضت خاموش نبود. شخصا من در پارلمان صحبت داشتم با وزیر خارجه اون وقت جناب همراخان ظریفی، خیلی بحث کردیم، حتی ما را متهم به آن کردن که ما سوء استفاده از این وضعیت میکنیم و تاریخ را نمیدونیم و گیوگرافی را نمیدونیم و منفیت ملت را نمیدونیم. گویا اگر من تنقید کردم این دادن زمین را، من بر ضد منفیت‌های ملت گپ زده باشم. اون در اونجا در اون صحبت پارلمانی وقتی که بین ما بحث شد، اونا گفتن که این برد دیپلمات تاجیک بود، در صورتی که من گفتم که این باخت دیپلمات تاجیک بود و خواهد ماند. بنابراین همین دوستی عزیزم شما نگویید که نهضت یا من شخصا خاموش بودم، بازم برگردید به رسانه‌ها در اون زمان، یا میگه که در سال 2015 فشار اگر نمی بود ما حالا هم خاموش می بودیم. ما ندار اگر ما خاموش می بودیم دوستی عزیز ما را نمی باستن، مالمون نمی گرفتن، دفترهای ما را خراب نمی کردن، بچهای ما را زندانی نمی کردن. پس معلوم میشد که ما خاموش نایستادیم که ما را بستند و بالای ما فشار آوردن. یک بار دیگر خواهش میکنم نگاهتان را تغییر بدید، حداقل بروید سر بزنید به اینترنت و اون مشکلات رو ببینید. من در همین اروپا با یک دوست دیگر هم وقتی صحبت کردم گفت که منم پیشتر فکر میکردم که شما در تاجیکستان خاموش بودید و هیچ چی رو نمیگفتید و وقتی میگفتن که کبیری تنها بعد از بیرون بر آمدن صحبت را سر کرد به همین باور میکردم. وقتی آخر در اینترنت میبینم چندین نوارها در یوتیوب دیدم، معلوم میشد که شما در داخل تاجیکستان در سال 2012 13 14 هنوز چند سال پیش از بر آمدن خیلی با جرأت صحبت میکردید و بعضی مسئله ها رو مثل که الان در خارج گفته ایستادید همون خیال برآمد میکردید.
پس میگد مشکلی در من بوده است، مشکلی در شما نه، و مشکلی در اون تبلیغات بوده است که علیه شما میبردن. من خواهش میکنم شما دوستی عزیز این نگاهتون رو تغییر بدید. خب این سوال های بوده است از فیسبوک. اینجا بچه‌ها نوشتن که سوال ها از فیسبوک بود. حالا سوال ها از یوتیوب. یک نفر با نام حق نظری پدر نوشته است: سلام برادری عزیز، آیا یک کمپانی فراز که مالکش را همه میدانند حق دارد همه لابراتوری های بالنیسه های جمهوری با سپرافکا هایش، استحصال داروهای وطنی، واردات تمام سوزشواری نفتی از خارج، سپرافکای تخصصات تکنیکی همه اتومبیل های جمهوری، ساختن بیناهای بلند آشیانه در جمهوری و غیره ها را به عهده داشته باشد؟ دوستی عزیزم، شما همه میدونن که فراز از کی بود؟ از رحمتی عمرعلی قوتوف. حالا اون را کشیده گرفتن از دامادهای رحمانوف یا از خانواده رحمانوف است. وقتی که ببینید شما سوال خوب دادید، یک شرکت آیا میتواند که اینقدر منگا پروفیل نباشد که از سپرافکای تیبی دادن تا سپرافکای تکنیکی ماشین تا ساختن بنا تا داروواری از بیرون آوردن در داخل استحصال کردن، یعنی یک شرکت همه کار، اینها همه کار و همه دان و همه ساز هستند. چرا این کار را این شرکتی داماد نکند وقتی خود خسرش یا پدر عروسش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف همه کار است؟ اون اکادمیک است، کتاب می نویسد، میداند کارتوشکا را چگونه باید دهقان بکارد، میداند گوشتینگیر چگونه باید گوشتین بگیرد، شناور چگونه شنا کند، اون سرفرماندار قوا هست، اون اساسگزار صلح هست، اون پیشوای ملت هست، اون پرزیدنت کمیته المپی است. وقتی که پدر عروس این همه هنر رو دارد، هنر رو البته در ناخونک و این همه منصب را گرفته است، دامادش هم همین کار را خواهد کرد. مطمئن باشد اگر پسرش پرزیدنت شود، بعد این پدرش این همه عنوانها به پدرش خواهد گذاشت. این بیماری است، این مریضی هست. یک ضرب المثل است که همه چیز را همگان دانند، همه کار را همگان کنند. این امکان نداره که یک نفر، یک گروه، یک خانواده همه کار و همه دان و همه فهم باشند. این دوام همون سیاست است برادری عزیز، بنابر همین جای تعجبی ندارد و وقتی که پدر عروس همین خیلی شد، داماد طبیعی است که از او پیروی خواهد کرد. وقتی که وضعیت تغییر کرد، مطمئن باشید که دیگر این شرکتی فراز به صاحباش خواهد برگشت و هر کس کار خودش را خواهد کرد. مونوپولیا در تاجیکستان برهم خواهد خورد. خب نفر با نام عبدالجلال محمودوف پرسیده است: سلام اکا، امیدوارم خوب ناز باشید. تشکر برادری عزیز، خوب هستیم. سوال: چرا کلی مردم آگاهند که این حکومت فقط به منفعت خودش فعالیت دارند ولی مردم خاموشند؟ از همین لحاظ شما چاره بیاندیشید و به مردم بفهمونید. سری مسئله بیاییم. اگر نوشته‌ام خطا باشد عذر، مکتب نخوندم، از کودکی از پی یک برده نانم، ولی تفکری خوب دارم. الله نگهبان شما. بله دوستی عزیزم، عبدالجلال واقعا تفکری خوب داشتید. معلوم به مکتب خواندن نیست، شاید مکتب میانه را چند صف خوانده باشید، ولی معلوم است که دانش و سواد دارید. متاسفانه بسیاری کسانی مثل شما که ذهن و دانش خوب دارند نتوانستند دانشگاه بخوانند و صاحب یک کاری بلند شوند، به ملت خدمت کنند. به جای شما این بی سوادها و نیمچه سوادهای رفتند که الان جزء فابریکه جواب شدند و هر روز تحقیر تهمت می نویسند. شما باشید در مردکاری هستید و غم میخورید. اما دوستی عزیزم، چرا مردم این همه رو میبینند و اما خاموشند؟ مردم تا این وقت نمیدونست. واقعا هم تبلیغات تلویزیون و این فابریکه جواب اینها این طوری بود که از یک شخص، از رحمانوف، قریب که خدا تراشیده بودند و مردم واقعا باور میکرد که اون برای ملت و دولت کار کرده است. اکنون فهمیده است مردم که اون برای خانواده و برای قدرت و برای آینده خودش کار کرده بوده است، نه برای ملت و دولت. و شما هم دیگر وظیفه ما و شما هم این است که این را به مردم بفهمانیم، چشم مردم رو باز کنیم. مطمئن باشید همین گونه صحبت‌های ما ادامه پیدا کند. مردم دیگر صحبت کرده ایستادن و اگر ما بتوانیم به زودی باز تلویزیون کنیم، رادیو کنیم، مردم آگاه خواهند شد. دیگر اون ترس و هراس از دل مردم خواهد رفت و ان شاء الله به اون روز خواهیم رسید که دیگر اکثریت مردم به تبلیغات و پروپاگاندای تلویزیونی حکومت نه، بلکه به حرف مردم و مبارزین بیشتر باور خواهد کرد و اون ترس و هراس هم از دل آنها خواهد رفت ان شاء الله. خب نفر دیگر سوال داده است: سلام علیکم. вопрос
саолаш ба забони русӣ аст. Уважаемый господин Кабири, как мы все понимаем, геополитические игры не обойдется без участия великих держав. И, как мы понимаем, наш регион контролируется непосредственно Россией. Исходя из всего этого возникает такой вопрос. Есть ли согласие или велись ли переговоры с вышестоящими органами России о смене руководства в нашей стране? Если нет, то мы с вами понимаем, что Россия не допустит переворота или смены власти в Таджикистане, так как ей это выгодно, потому что нынешнее руководство Таджикистана подчиняется и идет на все условия, которые диктует Россия. Дорогой друг, очень важный вопрос. С вашего разрешения я отвечу на таджикском языке, поскольку большинство нашей аудитории, они таджики, таджикоязычные. Надеюсь, что вы понимаете государственный язык. ببینید بله رحمانوف بسیار یک رهبری удобný است به گفته شما. هر چیزی که از او بخواهند میگیرند، برای اینکه کافی است که روسیه یک نوار سالهای 92 را نشر کند، گپ‌های یلتسین یا گپ‌های گراچوف را که بگوید که رحمانوف فراموش نکن که کی تو را به سر قدرت آمد. رحمانوف دیگر از این استقلال خواهیش، از این دعوایش حتما عقب نشینی میکند. چقدر که درباره بعضی 201 دیویزیون ما دیدیم چقدر دعوا کرد، 8 سال حکم برآورد دو لیاچک روس را. در روز دیگر وقتی که مدویدوف یک بار گوشش رو کشید، هر دو آنها را جزا داد. چرا نمیتواند این بچه‌های تاجیک را آزاد کند مثل همون روس‌ها را آزاد کرد؟ بزرگمه را آزاد کند، محمد روزی، زید، محمد علی، سید عمر، سیف الازده را آزاد کند که اینا تاجیکن، فرزند تاجیکستانن. میگه که اینها سرا گرفتن. خب سرا گرفتن، روس‌ها هم که شما اعلان کردید 8 سال. پروکورور گنرالی اون وقت شیرخان سلیم زاده بود. روز دیگرش که گوشتون را کشید، با دو دستی ادب گسلشون کرده. چرا فرزند تاجیک را گسل نمیکنن؟ برای اینکه میترسد و چقدر شما گفتید این پد کنترل هست. اما دوستی عزیزم، نباید ما همیشه فکر کنیم که تقدیر تاجیکستان و تاجیکان فقط در مسکو و واشنگتن و در تهران و در بروسل و خیتای پکین حل می شود. وقتی اون رسیده است که تقدیر را به دست خودمون بگیریم و فکر نکنیم که اگر روسیه نمیخواد در تاجیکستان هیچ تغییرات نمیشه. روسیه نمیخواست که در ارمنستان تغییرات شود، در گرجستان شود، در اوکراین شود، ولی شد. چرا شد؟ برای اینکه ملتش خواست. روسیه هیچ وقت نمیخواد این پرزیدنت گپشنو رو از دست بدهد، متهم رو از دست بدهد. ولی ما و شما باید کاری کنیم که حاکمیت تغییر کند. چه روسیه میخواد نمیخواد، چه خیتای، امریکا، کسی دیگر میخواد نمیخواد، ما باید این تغییرات رو انجام بدهیم و اثبات کنیم که تاجیکستان هم میتواند یک پرزیدنت مستقل дошта бошад. Надеюсь, вы меня поняли. Если нет, напишите, ребятам, я специально для вас буду все это говорить на русском языке. یک نفر با نام نعیم رحیموف کای کانال تلویزیونی میکشید. کارتای بانک رو زودتر پیشنهاد میکردید، ما مردم یاردم میکردیم. دوستی عزیزم نعیم جان، من پیشترم گفتم زیاد نمونده است. انشالله در روزهای نزدیک یا ماهای نزدیک این اعلان خواهد شد. من باور دارم که شما و تمام اون برادرانی که تشنه این روز هستند این وعده خود را فراموش نخواهید کرد و این تلویزیون مردمی را پشتیبانی خواهید کرد. من باز بار دیگر میگم که این تلویزیون مردمی باید از پول ملت تاجیک باشد، نه از پول کدام گروه، نه از پول کدام کشور یا سازمان. باید در خدمت مردم و با پول خود مردم باشد. هر روز که نتوانستیم که دیگر از پول مردم اون را ادامه بدهیم، اعلان میکنیم که دیگر امکانیت نیست و مردم با هر دلیل دیگر کمک نکرد، اون از فعالیت باز خواهد ماند. نفر با نام محمود اعظموف پرسیده است: سلام علیکم برادر، من یک سوال داشتم میخواستم جواب گیرم. سال 97 وقتی که نمایندگان اپوزیسیا برای امضای صلح از ایران به مسکو پرواز میکردند، در فضای افغانستان رادارهای طالبان آنها را مجبور به فرود آمدن میکنند و آنها چند روز در اسارت طالبان میمانند. سبب چی بود؟ پیش رحمت. دوستی عزیزم محمود، بله این حادثه شده بود و طالبان فکر میکنم وقتی که من با استاد نوری و دیگر اعضای هیئت اپوزیسیای تاجیک صحبت کردم در سال 97، اونها به رسانه هم گفتن، با ما هم گفتن که طالبان فکر کردن که در اون هواپیمایی که از مشهد پرواز کرد پرزیدنت اون وقت استاد شهید برهان‌الدین ربانی وجود دارد و آنها میخواستن هواپیما رو فرود بیارن و استاد ربانی رو اسیر بگیرن. اما وقتی که
هواپیما را جنگنده های طالبان در جلال آباد یا قندهار پایین آوردن، دیدن که در اونجا استاد نوری با هیئت گفت و شنید تاجیکان هست. بعد یک صحبت به فکرم همون روز یا روز دیگر آنها را اجازه پرواز دادن که آنها پرواز کردن به ادامه سفر. این حادثه همین بود سببش و اونها احترامی که همه مردم افغانستان احترام به استاد نوری و به اپایس تاجیک داشت، چه طالبان، چه استاد ربانی، چه سیاف، چه گلبنی حکمتی و حتی عبدالرشید دوستم هم تا اونجایی که میدونیم در بعضی حالات گاه مخالفت میکردند نفرانش، ولی در عموم احترام داشتن نسبت اپایس تاجیک. خب یک نفر با نام جانی بیگ سوال داده است. السلام علیکم و رحمت الله. یک سوال می شود که شما با مهاجرین روسیه صحبت آنلاینی داشته باشید. دوستی عزیزم، همین صحبتی که ما کرده ایستادیم اکثرش با هم مردم مهاجر با روسیه است. اگر واقعا هم ضرورت دارد که یک صحبت آنلاینی با تلفن که سوال و جواب های مستقیم شود، من از بچه‌ها خواهش میکنم ان شاءالله این شرایط را فراهم خواهم کرد تا اینکه ما بتونیم با شما صحبت‌های آنلاینی مستقیم داشته باشیم. ولی فعلا همین فرمت صحبت‌ها رو ادامه خواهیم داد. از نگاه من خیلی مناسب هم هست. خب نفر پرسیده است با نام سلمان. برادر کبیره نصیب کند حکومت نو در خدا پیروز گرداند. اگر شما باشید یا غیر شما تغییر در این قانون‌های ظالمانه می شود یا نه؟ قانونی که برای یک نوار امر معروف تماشا کردن یا کلاس ماندن 5 سال روانه زندان کردن جوانای خداپرست، هزارها جوان دیگر برای کلاس ماندن نمیتونن رفته وطن. نظر شما چیست؟ خدا نگهداری ما و شما غریبان باشد و سلام. دوست گرامی هم سلمان، اگر هر کسی که در سر قدرت آینده میاد، چی ما هستیم چی پیمان چی کسی دیگر، باید این قانون‌های ظالمانه را تغییر کند. مردم باید آزاد باشند در تماشا کردن این نوارها که امر معروف تماشا میکند، رپ تماشا میکند، راک تماشا میکند، سرود میبیند، فیلم میبیند. این وظیفه یک حکومت نیست که عقل و مغز انسانها را کنترل کند. گذشت زمان اینکویزیسیا یا ریویز عقیدتی. حتما مطمئن باشید که ما اگر سر قدرت آمدیم این قانون‌ها همه تغییر خواهند خورد و مردم دیگر آزاد میشوند در انتخابشون چی را تماشا کنند، کی را لایک مونند، کی را دیسلایک مونند. این مسئولیت حکومت نیست. نفر دیگر سوال داده است با نام اونیورسال ویدیو. سلام علیکم برادران گرامی در PMT. پیش از با شما سلامتی خواهانم و سوال داشتم از جناب کبیری. اگر شما سر قدرت آمده تقدیر اولاد رحمانوف چی خواهد شد؟ و سوال دیگر که صورت رحمانوف در قطار قهرمان است باقی خواهد ماند؟ طبیعی است برادر عزیز که در قطار قهرمان ها باقی خواهد نماند. در قطار قهرمان ها استادان مثل مومن قناعت و ساتی ملغزاده و دیگر بزرگوارانی که واقعا برای ملت خدمت کردن اینها خواهند بود. اما رحمانوف دیگر که چیکار کرده از غیر از کشتن و زندان کردن و خیانت به صلح و مهاجر کردن مردم و تمام سرمایه ملت را در اختیار خودش و زن و بچه‌اش و فرزنده و داماداش قرار دادن. مگر همین است قهرمانی؟ اگر بگن که صلح قهرمانی است و وحدت قهرمانی است، این صلح و وحدت را مردم مهاجر و مجاهد و استاد نوری خدا رحمتش کند اونها آمدند قبول کردند، رحمانوف را صلح کردند. رحمانوف فقط این صلح را خیانت کرد و شکست. اما با رحمان و فرزندانش و خانواده‌اش و اینا و خشتبارش چی میشه؟ دوستی عزیزم، هیچ کس حق ندارد یک نفر را به خاطر خش و تبار کسی دیگر بودن اذیت کند یا تعقیب کند. بگذار حتی این خش و تبار رحمانوف باشد، یتیموف باشد، رحیم زاده باشد، یوسف رحمان باشد. ما مثل آنها نیستیم که جنایتکار باشیم که یک نفر را به خاطر خش تبار یا همقشلاقی همدیهه بودن یا همحزب بودن با رحمانوف بیاریم اذیت کنیم، زندانی کنیم، مهاجر کنیم. هر کس برای جنایت خودش باید جواب بگیرد. اگر کسی از این خش و تبار جنایت کرده است در پیش قانون جواب میگیرد. اما فقط اینکه خش این است، نزدیک این است، اون طوری که الان رحمانوف کرده است، مطمئن باشید برادر عزیز به هیچ وجه این کار رو ما نخواهیم کرد. ما این جوانمردی را داریم، این خیلی نامرد نیستیم مثل اینها و به هیچ کسی دیگر هم اجازه نمیدیم. همین حالا چقدر نوارها به دست ما میافتد، بچه‌ها را به زور پیش راه رو میگیریم که نشر نکنید. میگن رحمانوف کرده است و رحمانوف کرده است، یتیموف کرده است.
ما نباید مثل آنها شویم. چقدر بحث داریم با بچه‌ها که نکنید این کارها رو و خدا را شکر که باز خودداری میکنن، از بسیاری از اونها خودداری میکنن، نشون نمیکنن. وگرنه میدونید چقدر بی‌آبرویی میشه در اون خانواده و خیش تباری، چه خود پرزیدنت رحمانوف و چه خیش تبار دیگر وزیرها. ولی بالاخره فرهنگ است، قانون است، حقوق بشر است، دین هست. اونا که نه پیروی از دین دارن، نه از قانون دارن، نه از اخلاق سیاسی دارن، طبیعی است که این کار را میکنن و فکر میکنن که اگر هر کسی سر قدرت آمد مثل آنها رفتار خواهد کرد. نه، مطمئن باشد جناب رحمانوف، جناب یتیموف و دیگران، ما مثل شما این نامردی ها را نخواهیم کرد. خب یک نفر دیگر سوال داده است. من همه صحبت و فعالیت های شما را از اول تا آخر خواندم و تماشا کردم. یگان خطاگی و گناه شما را ندیدم. با چه دلیل حکومت فعالیت هنیت را بست؟ دوم، اگر هنیت و شخص شما برای مردم تاجیکستان زیان‌آور بود، چرا حکومت از اول فعالیت شما را نبست؟ سوم، چرا فقط فرم جواب بر ضد شما برآمد میکنند؟ ما یگان مراتبا ندیدیم همکاران شما وکیلان پارلمان عیب‌های شما را گفته باشند. گناه شما چیست؟ دوستی عزیزم سجاد، شما میگن که در زبان مرده کلمه ناندازید. باز اینها نروند همون سابق وکیل‌ها همکارای ما را در پارلمان نیارن پیش کامera بیان که زیدی کبیری گپ زنید. این خیرالایف و شکرجان ظهورف و جمعبای سنگینوف و دیگرها را مجبور کنن. اونا مجبور میشن باز دیدیم یگان چگویان که کبیری در پارلمان این بود و فلان بود. خواهش میکنم اینا به هر کار قادر هستند و شاید این به یادشون نرسیده است. بعد این حرف شما حتما پیش اونها هم خواهند رفت. اما چرا فردی که جواب این حرفا رو میزنه دیگر طبیعی هست. وظیفه اونها همین است. برای همین تأسیس شدن، برای همین پول میگیرن، برای همین کامپیوتر گرفتن و سیر و گشت میکنن از حساب بودجه دولت، میرن این ناحیه اون ناحیه، با همین خاطر این کارا میکنن. اما چرا شما میگه در فعالیت شما و در صحبت‌های شما یگان چیزی زیادی قانونی ندیدم و چرا هنیت رو بستن؟ برای آن بستن که ما یگان فعالیت زیادی قانونی نکردیم. برای آن ما را بد میبینن که ما نمیخواد صحبت میکنیم بدون تحقیر، بدون قانون شکنی، بدون پامال کردن حقوق کسی. اونها میخواستن ما مثل آنها باشیم، تکرار کنیم، ما هم بدزدیم، ما هم غارت کنیم، بعد ما را متهم کنن، بگن که وقت چخیلی که دیگران را میکنن، میگن که خود رحمانوف در جلسات حکومت میگه که من میدونم شما چقدر دزدیدید به وزیرها و دیگر منصبداران، میدونم شما با چه کار مشغول هستید، اما هوشیار شوید، خیانت نکنید. منظورش این است که من میدونم شما دزدید، دزدیتون رو میدونم، دزدیدن بگیرید، اما بر من خیانت نکنید. هر چیزی که من گفتم همون کار کنید. گفتم این رو بکشید، فلانی رو زندان کنید، زندانی کنید. بر ضد فلانی گپ زنید، اما بر ضد من هیچ کار نکنید. با مردم نباشید. و اگر ما هم مثل همینا رفتار میکردیم، مطمئن باشید 10 سال دیگر هم اگر رحمان بود ما هم بودیم، ما را نمیبستند، ما را فشار نمی آوردند، مالکیت ما را نمی گرفتند. اما چون این کارها نکردیم، دروغ نگفتیم، فریب نکردیم، حقیقت رو گفتیم، اینها ما را برادر عزیز بیرون کردند. خب یک نفر دیگر سوال додаш ба забони русӣ. Уважаемый Кабири, думаю, что будущее Таджикистана за вами. Но это вы так думаете, многие так не думают. Уход Рахмона с политической арены – это вопрос времени. Сегодня-завтра ему придется уйти. В связи с этим я бы хотел знать, как вы представляете будущее нашей Родины. Какими будут ваши первоочередные шаги в плане поднятия экономики страны? На что и на кого вы будете ориентироваться? Ваши дальнейшие отношения с соседями. Какова будет судьба российской базы? Что будет в дальнейшем с массовой миграцией? Ведь это не бесконечно. Если вы и ваши единомышленники придут к власти, какова будет их концепция? Будете ли укреплять национальную валюту? Какова будет судьба Рахмона? Ваши дальнейшие отношения с группой 24 и Изатом ОМОНом? Вопросов много, пока хватит. Спасибо. Да, уважаемый друг, очень много вопросов. Очень важные вопросы. Я, наверное, не смогу сейчас ответить на все ваши вопросы, поскольку они, во-первых, очень важны, во-вторых, требуют очень много времени. И будет очень неуважительно к вам лично и к вашим вопросам, если так просто обобщенно пройти по этим вопросам. Поэтому давайте
договоримся с вами. Я постараюсь на следующих эфирах отвечать на ваши вопросы, или даже по некоторым вопросам я могу специальный выпуск сделать, поскольку они очень важны. Но я могу сейчас в целом обобщенно сказать, особенно по поводу вашего первого вопроса, каково наше видение будущего Таджикистана. Я сразу же могу сказать, что будущий Таджикистан должен быть демократическим, светским и развитым государством, где никого, ни одну партию, ни одного гражданина, ни представителя какой-либо нации, религии никто не будет угнетать, преследовать только за его убеждения, за его цвет кожи, за членство в той или иной партии, за то, что он родился не в тот район, откуда президент. Поэтому это обобщенно, коротко. А что касается ваших остальных вопросов, с вашего разрешения, я вернусь к ним позже, в других днях даже я готов сделать по ним специальные выпуски, поскольку они очень важны. Так что простите нас, что я не смог сейчас ответить на все эти ваши вопросы. یک نفر دیگر با نام پاپوف الکساندر. سلام علیکم. از شما و از این حاضر حکومت دارای یک سوال دارم. چرا در زیر همین فیلم ساختهشون با نام خیانت کمینترش محکم کردند که ما نمیتونیم نقطه نظری خود را نویسیم؟ دوستی عزیزم این رو از صاحبان فیلم، از صاحبان اون کانال یوتیوب بپرسید. منم اگر محکم کرده باشن نمیدونم برای چی، از اونا بپرسید، حتما جواب خواهید گرفت. کسی با نام دوبری چالوک سوال کرده است. خواهش میکنم اگر شما سر قدرت آمده نسبت برگشتن به حروفات ملی نیاگان ارج گذاشتن به آن و به بیگانه پرستی و پایمال قدریت های ملی و دینی چه اندیشه و موقع دارید؟ برای چی بعد پاشخوری شوروی گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و کشورهای بالتیک توانستند الفبای نیاگان خود را حفظ کنند و همسایه کشور ازبکستان برگشت به لاتینی، قزاقستان برگشته ایستاده است و اعلام کردند که قرقیزستان در حرکت است، اما متاسفانه مسئولین تاجیکستان حتی در نقشه ندارند، برعکس لگنبرداری و چاپلوسی و بیگانه پرستی را اختیاری کردند. دوستی عزیزم، من درباره بازگشت به خط فارسی همین را میگویم که این ناگزیر است، ضروری است، باید ما به این خط برگردیم، اما این نیاز به یک برنامه دارد، به وقت دارد. باید ما یک زمانی دو الفبایی را سپری کنیم. حداقل 15-20 سال نیاز داریم که مردم فرا بگیرند هر دو الفبا را و بعدا به الفبای فارسی پورا بگذاریم، اما با نگه داشتن الفبای کریلی، چون مردم از این بی‌سواد نمی‌شود. اگر دو الفبا را خوب بداند، خوب بخواند، بلکه ما میتونیم توسط این بیشتر دانستن زبان‌ها، خط‌ها از امکانیت‌های دیگر ملت‌ها و زبان‌ها هم استفاده بریم. اما چرا مسئولین تاجیکستان مثل همسایه کشورهای ما حرکت نمی‌کنند؟ بلکه برای آنکه برادری عزیز اینا منقورت هستند. البته نه همه‌شان، اما در رأس حاکمیت یک عده از منقورتان و پنترکیست‌ها قرار دارند که اینها به هیچ وجه برای بازگشت به اون شکوه و شهامت ملی، چه در مسئله زبان، چه در مسئله تاریخ، چه در مسئله دین و فرهنگ ملی طرفدار نیستند. اینا همون بلشویک‌های هستند که با اون سیاست پنترکیستی تبر تقسیم آمدن، تمام تاریخ تاجیک را، فرهنگ تاجیک را، زبان تاجیک را محدود کردن به یک گوشه کوهستانی محدود و همه چیز را دادن در اختیار قوم و قبیله های دیگر. الفبای ما را عوض کردن، تاریخ ما را عوض کردن، شهرهای بزرگ را گرفتن در اختیار همسایه کشورها دادن و اینا سیاست همون رو ادامه داده ایستادن. بنابراین همین تا اون روزی که این عوض نشود، این افراد از سر قدرت نرود، مطمئن باشد که این وضعیت همین گونه باقی خواهد ماند. اینا فرق ندارد تاریخ آریایی میگن، فرهنگ آریایی، زردشتی، اوستایی، فرهنگ تاجیکی، نوروز، اینا همه به خاطر در قدرت ماندن است، به خاطر خاک پاشیدن به چشم مردم است. در اصل اینا هیچگاه طرفدار آن نیستند که تاجیک برگردد به اون شکوه و شهامت، به اون تاریخ، به اون خودشناسی ملی و دینی که طول این تاریخ داشت. اگر که برگشت، برای اینها در تاجیکستان جا نخواهد ماند. یک ملت خودشناس آگاه
هیچگاه قبول نخواهد کرد که در رهبری کشور همین گونه یک شخصیت با همین گونه افراد باشند. تنها یک گروه منقور، تنها یک گروه خودباخته میتواند این را تحمل کند که ملت تاجیک طبیعتاً چنین نیست. خب یک سوال دیگر انشالله با همین تمام میکنیم، چون یک ساعت هست که با سوال و جواب ها کرده ایستادیم، بعد با وقت دیگر میمونیم انشالله. سلام اکی محیدین، سوال من به شما چنین است: امام علی رحمانوف به شیر مادرش قسم خورد که به مردم تاجیکستان خدمت میکنم، اما ما دیدیم که مردم را با اولادش غارت کردند و روشن فکران را محبس. آن روز دور نیست که ما به شما را در انتخابات آواز میدهیم. شما به چی قسم میخورید؟ یا که شما مثل امام علی رحمانوف خودم شاه و طبعم وزیر گفته رقص کرده میگردید؟ دوستی عزیزم، اولا که بله، من گفتم که ما آماده هستیم که دیگر برای رسیدن به قدرت تلاش کنیم، مبارزه بریم، اونم به خاطر ملت و دولت. اما هر کسی دیگر میتواند جای ما باشد و انشالله که پیدا میشد، پیدا که شد حتما ما از او پشتیبانی خواهیم کرد. اما من حالا درست که رحمانوف به شیر مادر قسم خورد یا به هر چیز دیگر، دوستی عزیزم، گپ در قسم خوردن نیست. یک حدیث شریف هم هست، حالا متنش رو در یاد نمیدونم به زبان عربی، میگه که هر کی پرهیز کند از کسانی که زیاد قسم میخورند، چون آنها دروغگویند. حالا فرق ندارد او به شیر مادر قسم میخورد، به قرآن قسم میخورد، به کنستیتوسیون قسم میخورد، به هر چیزی که قسم بخورد، زیاد قسم خورد، زیاد وعده کرد، زیاد هنگامه و بسیار واهمه کرد، بداند که این دروغگو است. خیلی که رحمانوف هم این تجربه را نشان داد. یک آدم بتواند بدون قسم خوردن فقط مسئولیت شناس باشد، مسئولیت خودش را انجام بدهد، بداند که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چه مسئولیت دارد، چه وظیفه دارد، اون را با یک قسم ساده ای که در متنش در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هست، همون قسم را میخورد، دستش را بالای کنستیتوسیون میموند. اگر آدمی اعتقادمند باشد به دین، دستش را بالای قرآن میموند. در بسیاری کشورها پرزیدنت ها دستشون رو بالای قرآن میمونند، بالای انجیل میمونند، یا بعضی دیگر تنها بالای کنستیتوسیون میمونند، قسم میخورند. اما مهم این است که با اون قسمی که خورد با اون وفا کند. خب رحمانوف دیگر نه به شیر مادر وفا کرد، نه به سازشنامه صلح وفا کرد، نه به همین کنستیتوسیون وفا کرد که 3 مرتبه شد همین کنستیتوسیون را به خاطر تغییر یا دراز کردن پرزیدنتیش تغییر میدهد. پس هر کسی که آمد، اگر منم که آمدم یا هر کسی که آمد، باید یک قسم ساده عادی بخورد. مهم که به این قسم خوردهش وفادار بماند که انشاءالله پرزیدنت آینده همین طرح هم رفتار خواهد کرد. خب دوستان عزیز، دیگر 1 ساعت سوال و جواب کردیم و در مجموع 1.5 ساعت انشاءالله که باز سوالهای باقی مانده اینجا خیلی زیاد ماند، در خدمت شما خواهیم بود. حالا شما را به خداوند یکتا و منان میسپارم تا صحبت‌های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.